سلام دوستای عزیزم، سال نوتون مبارک باشه. امروز میخوایم با هم یه صبحونه سالم ویژه سال جدید درست کنیم. قارچ و تخم مرغ. بریم طرز تهیه‌اش رو ببینیم. اول قارچ رو با حرارت ملایم بگذارید روی شعله گاز. صبر کنید تا آب قارچ ها خارج بشه. پنجاه گرم کره حیوانی رو بگذارید روی قارچ ها و صبر کنید تا کره آب بشه و قارچ ها هم کم کم سرخ بشن. فقط یادتون باشه که باید زیر حرارتتون ملایم باشه تا اینکه کره نسوزه. مدام همش بزنید تا هم نسوزه و هم آب قارچ ها راحت تر خارج بشه. میتونیم در قابلمه رو هم بگذاریم تا قارچ ها پخته و نرمتر هم بشن. از 5 دقیقه در تابه رو بردارید و قارچ هامون قشنگ نرم شدن و سرخ شدن. خب حالا زیر حرارت رو کمتر بکنید و تخم مرغ ها رو دونه دونه به قارچ ها اضافه کنید. برای تنوع دادن به صبحانه میتونه یه گزینه خیلی خوبی باشه و کسانی که سوسیس و کالباس دوست ندارن استفاده کنن، قارچ خیلی غذای سالمتر هست و میتونین ازش استفاده کنین. من که طعمش رو خیلی دوست داشتم، البته طبق ذائقه‌ای که هر کس داره ممکنه متفاوت باشه، ولی من طعمش رو پسندیدم. بهتر از سوسیس تخم مرغ هست. حالا خودتون هر جور که دوست دارین میتونین تخم مرغش رو عصری تر بردارین، میتونین قشنگ در به قابلمه تابه رو بگذارید تا قشنگ سفیده و زرده مغز پخت بشن. هر جور که خودتون میپسندین درست کنید و از طعم و خواص خوشمزه اون استفاده کنید. نمک و فلفل سیاه هم اگه دوست داشتین استفاده کنید، روش بپاشین و تمام. ایزی ایزی تمام. اینم از قارچ تخم مرغ خوشمزه ما که امیدوارم درست کنید و حتما استفاده کنید. امیدوارم سال خوبی داشته باشین و تو سال جدید اگه دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنید تا با هم کلی آموزش های خوشمزه و جذاب داشته باشیم. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد حتما لایک فراموشتون نشه. به آموزش های دیگه پیجمون هم سر بزنید.
ممنونم از شما. فعلا خداحافظ.